همین جون داداش، سلام. مشتی، خیلی مخلصم، نوکرتم. وقتت بخیر، خسته نباشی. خوبی؟ کجایی؟ نیستی؟ یکی دو بار بهت زنگ زدم، جواب ندادی. گفتم یه وایس برات بفرستم. همین جون سلام. خیلی مخلصم، عشق منی. دلتنگتم عجیب غریب. زنگ زدم بهت جواب ندادی، یک دو بار زنگ زدم در دسترس نبودی. اه، گفتم شاید میزون نیستی یا دم دست نیستی، نمیخوای جواب بدی. گفتم اشکال نداره، گفتم برات ویدیو مسیج وایس بفرستم که وایس یا ویدیو مسیجه. همین جون سلام داداش، خیلی مخلصم، عشق منی. بسم الله الرحمن. و ببین، نه. همین جون سلام، خیلی مخلصم. دلتنگتم. یک دوباره بهت زنگ زدم جواب ندادی. گفتم حالا شاید میزون نیستی، نمیخوای صحبت کنی، حالا حرف زدن نداری، دم دست نیستی. گفتم بیشتر از این مزاحمت نشم، سیریشت نشم. اول خواستم قرار بذارم حضوری ببینمت، گفتم ولش کن. یه گفتم برات یه وایس بفرستم. وایس که نه، ویدیو مسیج برات بفرستم. ببینی منو. من که نمیبینمت، طبیعتا من نمیبینمت. من نمیبینمت. همه جون سلام داداش، خیلی مخلصم. دلتنگتم. باز خاطر همینم بهت زنگ زدم. نه، باز خاطر این کار داشتم باهات، خواستم بیام ببینمت. نتونستم، نشد. گفتم زنگ بزنم دیگه، جواب ندادی. از خدا خواسته گفتم برات یه ویدیو مسیج بفرستم. یه قضیه بود، میخواستم اول به تبریک میگم بابت ازدواج مادرت و تسلیت. خدا پدرتو بیامرز، غم آخرت باشه، خدا بهت صبر بده. نمیخوام فاز دل داری بردارم که نکن با خودت این کارو، چرا قایم میشی، چرا فلان میکنی. جای تو نیستم، نمیفهمم. ولی یه قضیه هست که میخوام بهت بگم. یکی میخواد بهت بگه، به من گفته بهت بگم. داداش من اوکی اما میزونه میزون. همه جون سلام. هم تبریک، هم تسلیت. خوب شد نیومدم ببینم، الانم که دارم ویدیو میگیرم انگار دارم رو در رو با حرف میزنم. یه قضیه خیلی مهمیه که میخوام بهت بگم. مربوط میشه به فوت پدر خدا بیامرزت. من یه خوابی دیدم، پدر بزرگوارتون اومد توی. پدر بزرگوارتون چیه آخه؟
همه جون سلام داداش، خیلی مخلصم. هم تبریک، هم تسلیت. خدا پدرتو بیامرزه. یه قضیه رو میخوام بهت بگم، نمیدونم از کجا شروع کنم. ویدیو رو دیدی، اگه خواستی زنگ بزن، اگه خواستی بیا همدیگه رو ببینیم مفصل صحبت کنیم. من چند شب پشت سر همه دارم خواب میبینم، خواب پدرتو میبینم. یه یه قضیه هست که داره واسم تعریف میکنه، یعنی بهم گفته قضیه فوت پدر. همه جون سلام. سلام، خیلی مخلصم. همه جون سلام، خیلی مخلصم. همه جون سلام برادر، خیلی مخلصم. راجع به یه موضوع باید باید حرف بزنم. موضوع